روزگاری بود در داری کهن، زندگی می کرد در آن پیرزن. پیرزن یک شب خدا را دید به خواب، کرد سؤالی از خدا بگرفت جواب. گفت خدا را بی کس و تنها منم، از برای دیدنت شیدا منم. آرزو دارم شوی مهمان من، پاره نان خوری از خوان من. لحظه خواهم که همرازم شوی، در دمی تنهایی دمسازم شوی. شد پذیرا دعوت او را خدا، گفت فردا آیم من پیش شما. پیرزن بیدار شد آن دم ز خواب، جارو زد او خانه‌اش را با شتاب. پیرزن بر سوی بازار شد روان، کرد خرید مغز و مویز و شهد و نان. بهترین خوراکی ها را او بپخت، چشم به راهی آمد مهمانش دخت. بعد چند تق تق در را شنید، پیرزن با شادی سوی در دوید. پیرزن رفت باز کرد در با شتاب، دید مردی است گدا کردش خطاب. داد زد بد آن گدا از در براند، بس درش را و خودش تنها بماند. باز ز نو از پشت در آمد صدا، پیرزن با خود بگفت آمد خدا. با شتاب رفت و درش را کرد باز، کودکی را دید با دستی نیاز. کودکی بیچاره لرزان از خنک، در تنش پیراهنی داشت و تنک. گرم شدن میخواست کودک آن زمان، آرزو میپرورید در دل نهان. پیرزن اما به کودک داد زد، راندش از در بر سرش فریاد زد. راند کودک را و دری خانه بست، منتظر در خانه‌اش تنها نشست. روز بگذشت و غروب کرد آفتاب، پرتو افشاند در هوا شد ماهتاب. ناامید شد پیرزن نامد خدا، ناگهان از پشت در آمد صدا. پیرزن رفت آن زمان چشمش برا، دید زنی با کودکان با آه و واه. آن زنی بیچاره گفت مشو ملول، ده برایم درهمی گردار پول. من خرم بر کودکان خود غذا، تا خدا از همتت گردد رضا. پیرزن ز این ماجرا شد در غضب، با سخنهای قبیح بگشاد لب. گفت برو این دم ز پیش خانم، حیف دانم من به تو کاشانم. وقتی خواب شد گشته ناامید پیرزن، که چرا نامد چرا مهمان من. خواب رفت آشفته حال و خسته جان، دید به خوابش باز خدا را ناگهان. پیرزن پرسید به خوابش از خدا، که کجا شد وعده های تو کجا؟ گفتی که مهمان آی خانم، پرز فیضت میکنی کاشانم. گفت خدا بر پیرزن ای بیخبر، آمدم 3 بار براندیم ز در.